سلام، این هفته در آفساید آتش به اختیار. آتش به اختیار جنجال جدیدیه که این روزها توی نظام مد شده و واکنش‌های بسیار زیادی از این سر طیف تا اون سر طیف در بر داشته. مشکل اینه که این جنجال جدید رو این بار خود علی خامنه راه انداخته. مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل. آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار. در علم نظامی فرمان آتش به اختیار زمانی صادر میشه که فرمانده دیگه امکان یا توان مدیریت نیروها رو نداشته باشه که بتونه یک آتش منظمی رو هدایت کنه. بعد دیگه میگه برید آتش به اختیار، با تصمیم خودتون هر کار کردید. با فرمان خامنه ای هم بسیجی‌ها گله‌وار ریختن توی خیابون و تقریبا یک همچین صحنه ای رو ایجاد کردند. نکته ظریف اینه که خامنه ای عباراتی به کار برده که جای هر تفسیری رو باز میذاره. یعنی عقل ناچیز بسیجی میتونه هر غلطی که خواست انجام بده و این رو به حساب ابتکار خودش بذاره. حالا شما فقط چند نمونه رو ملاحظه کنید. نمونه اخیرش مداحی بود که در یک حرکت خودجوش و تمیز هیچ جای سالمی برای شیخ فری باقی نذاشت. اونم تو آنتن زنده تو تریبون نمایش عید فطر. ای نشسته صف اول، نکنی خود را گم، پی اقدام تو هستند هنوز این مردم. چند روزی تو مقامی به امانت داری، منصبت را نکند طعمه خود پنداری. البته این ابتکار فرهنگی اینقدر هم تمیز از آب در نیومد، چون طرف مقابل هم همین رو دست گرفت که همین ابتکار رو علیه اون یکی جناح استفاده کنه. فقط جسارتاً ما هم اجازه داریم از همان تریبون اشعاری خطاب به دیگر مقامات بخوانیم؟ و اینقدر این مداح رو کوبیدن که طرف مجبور شد از اینستاگرام جمع کنه و بره. میثم مطیعی تاب نیاورد و از اینستاگرام رفت. بعضی از بسیجی‌ها هم آتش به اختیار رو به اسید پاشی تعبیر کردند، مثل این بسیجی که ضمن پوزش از بانوان کشورمون نوشته: شما مثل این که معنی آتش به اختیار رو نمیفهمید. یکی از این چهارشنبه ها با اسید اونقدر از شما میسوزونیم که توی جویهای خیابون اسید جاری بشه. عده دیگه از نیروهای ولایت مدار هم چشمه دیگه ای از ابتکارات آتش به اختیارشون رو در روز قدس به نمایش گذاشتند، وقتی که با شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر آخوند آمریکایی رئیس جمهور نظام رو مجبور کردن که پیاده نشده سوار ماشینش بشه و در بره. تفسیر نابتری هم از فرمان آتش به اختیار رو رئیس بسیج دانشگاه شیراز ارائه میکنه که دیگه هیچ گونه شبهه‌ای رو باقی نمیذاره. از این به بعد هیچ قانونی تو دانشگاه شیراز اجرا نمیشه مگر با تکلیف بنده مسئول بسیج دانشگاه شیراز. یعنی شما میگی اگر شما گفتین با تکلیف بنده هر کاری تونستم تو این دانشگاه اینو شما حاضری مکتوب کنی؟ ثابت هم نه، اینو حاضری مکتوب طبق قانون همه برنامه‌های من بدون مجوز اجرا میشه. خب طبق قانون، طبق مصوبه شورای فرهنگی. خب و طبق قانون هر جا مجریان قانون به وظیفه‌شون عمل نکردن
بسیج دانشجوی مجبوره که به وظیفه‌ای که اونا طبق بند میم وصیت‌نامه امام. چی گفت؟ بند میم وصیت‌نامه امام؟ بدونیم چی نوشته؟ آها، نوشته که بله، بر همه مسلمانان واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند. مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. بله، پس بالاخره پدر آتش به اختیار نظام هم پیدا شد. یعنی خامنه‌ای همچی شق القمری نکرده، چون بسیجی‌ها از اول آتش به اختیار بودن به فرمان امامشون. مثل این یارو الله کرم نونهال بسیجی که تو سن 60-70 سالگی هنوز به اسم دانشجوی بسیجی بیانیه میده. اینجا هم یک برگ آسی از اجرای تمیز و خودجوش فرمان آتش به اختیار رو کرده. اومده تو نماز جمعه تومار گذاشته که همه امضا کنن در اعتراض به ورود بانوان به مسابقات والیبال. بعد هم گفته اگر جلوگیری نکنن بند میم امام و آتش به اختیار. اما عزایی شد که مردشور هم به گریه افتاد، طوری که سایر بسیجی‌ها اومدن به الله کرم اعتراض کردن. از آتش به اختیار آقا سوء استفاده میشه و مردم میگن در چیز میگن تیکه میگن زمانی که تو راه میرید دارید میبینید تو جامعه زندگی میکنید. نه خیلی اسلام با 23 ضربه میخوره، اسلام با برجام ضربه میخوره. اینه که آقای الله کرم من دانشجو من میدونم کی باید چی رو بزنم. دغدغه من دانشجوی حزب اللهی که شما میای به اسم من دانشجو حرف میزنی اونجا و بیانیه صادر میکنی این نیست. دغدغه منی که تو اون جلسه بودم دیدم آقا گفته 20 رو بزن، بیاد مسائل دیگر رو بزن، کار فرهنگی رو بزن، نه اینکه 4 تا تار موی مردم رو توی دانشگاه ها بزن، توی ورزشگاه ها بزن. اصلا دغدغه کسی نیست. این فرمان خامنه‌ای اینقدر دافع برانگیز شد و اینقدر بسیجی‌ها زیر همین عنوان آتش به اختیار اینور و اونور بیدنده و ترمز شلنگ تخته انداختند که خامنه‌ای از ترس اینکه مبادا این فرمان آتش متقابلی هم داشته باشه که بیتش رو بگیره، هنوز 3 هفته نگذشته مجبور شد دوباره به صحنه بیاد و فرمانی که داده بود رو باز تعریف کنه یا به قولی یه ترمزی به اون بسیجی‌هاش بزنه. آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی و طلبگار کردن مدعیان پوچگوی اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست. آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. اینی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن. خلاصه اینکه اینقدر تفاسیر مختلف از فرمان آتش به اختیار شد که مجبور شدن توی تعطیلات تابستون برای بسیجی‌ها کلاس تحلیل آتش به اختیار بذارن. یعنی واقعا کلاس بذارن که اینا رو شیرفهم کنن که این آتش به اختیار یعنی چی. حالا اینکه این کلاس ها دردی رو دوا بکنه یا نه ما نمیدونیم، ولی تا اینجای کار مشخص شده که این آتش به اختیاری که قرار بود رقیب رو آشمز کنه شکاف رو تو رأس نظام بیشتر کرد. مثلا دعوای سند 20C که اولش میگفتن روحانی رفته زیرکی این سند رو امضا کرده. روحانی هم تو اینستاگرامش اومد سند رو کرد که نه خیر، همه قوای نظام خبر داشتن از این قضیه. آنچه که برای دفتر قوه قضاییه استحضاراً فرستاده شده 2 تا برگه مصوبه هیئت وزیران است. اونم بعد از اینکه آقایون رفتن سند رو امضا کردن، هم 20C را به طور کلی هم سند آموزشش رو رفتن امضا کردن، کار خودشون تمام کردن. اگر تعهدی بوده دادن، بعد آمدن در هیئت وزیران تصویب کردن، این مصوبه رو فرستادن.
چی توش هست این مصوبه؟ دستور تشکیل کارگروه برای اجرای کردن سند 23. البته فکر نکنید که موضوع دعوای اینها 20 یا فرهنگ و آموزشه. موضوع اصلی دعوای حق و حسابه، دعوای سهمخواهیه. معاون روحانی که از تک‌خوری‌های سپاه شاکی بود تو یک اظهار نظری اینطوری گفت: دولت میتونه به سپاه بگه؟ بله میتونه. میگه سپاه خیلی جا اومده از ما پروژه خواسته توی دوره ما بهش ندادیم. خیلی از جا پروژه دستش بوده، کند عمل کرده، ازش گرفتیم. بعد از این هم توی یک توییت روحانی به سپاه کنایه زد و اونا رو دولت با تفنگ خوند. اینجا بود که قاسم سلیمانی رفت پشت تریبون و اینطوری براش خط و نشون کشید که با همه چی میتونی شوخی کنی ولی با جیب فرماندهان سپاه شوخی نداری. خصوصا کسانی که در این منصب‌ها و جایگاه‌ها قرار گرفتند اگر آدرس غلط دادن به جامعه ما و در جامعه دو صدایی پیرامون دشمن به وجود آوردن خیانت میکنن. اینا مرتکب خیانت شدن. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانته. همینا مایه بدبختی است. آنچه که وحدت ملت رو میشکنه، آنچه که انسانها رو مقابل هم قرار میده عوض اینکه کنار هم قرار بده، اینا مایه ذلت خداوند با هیچ قومی خویشاوندی نداره، تعهدم نداده. ما هر غلطی بکنیم باز اون ما رو نگهمون بداره و عزیز بداره. اینطور نیست. ما هی شقه بشیم، دسته بشیم، این جناح اون جناح، این تون اون کن، این بعدم توقع داریم عزیز بمانیم. خدا با کسی فامیلی نداره. بله، اینم هشدار ناطق نوری به باندهای نظامه که این به هم پریدنها آخرش کل نظام رو برباد میده. یعنی میگه اگر با این وضعیت شقه ادامه بدن، با آتش به اختیار یا بی آتش به اختیار، دیگه فاتحه این نظام خونده است. روزتون خوش، تا بعد.